لباس‌های جنجالی مژده جمالزاده در عروسی دوستش و فیلم جدید امریکایی مژده جمالزاده که قرار است نشر شود. مژده جمالزاده چرا همیشه لباس‌های برهنه بر تن کرده است و خدافیزی مژده برای همیشه از هنر موسیقی. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما نازنینان و همراهان کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. مژده جمالزاده یکی از هنرمندان خوب کشور که با استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت، هرچند مژده جمالزاده در کشور کانادا بزرگ شده است ولی بارها به افغانستان زادگاهش سفر کرد و کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. مژده جمالزاده در افغانستان همیشه آهنگ‌های میهنی می‌سرود که مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. اما بعد از آن که افغانستان به دست گروه طالبان سقوط کرد، مژده دیگر به افغانستان سفر نکرد و در کشور کانادا زندگی می کند. بارها به خاطر پوشیدن لباسهایش که به دور از فرهنگ افغانی بوده است مورد انتقاد شدید افغانها قرار می گرفت. جدیداً لباسهای عجیب و باور نکردنی مژده جمالزاده که در عروسی دوستش بر تن کرده است مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مژده جمالزاده در کانادا در رشته روانشناسی تحصیلات عالیش را به اتمام رسانید. وی قرار است در فیلم‌های امریکایی نقش بازی کند و این آرزوی طفولیت مژده بوده است و به همین خاطر مژده جمالزاده کاملا از راه هنر موسیقی دوری گزیده و دیگر نمی‌خواهد آهنگ بسراید. ولی من آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال استدعا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانو خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان مژده جمالزاده به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.